بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان آفرید، حکیم سخن اندر زبان آفرید. حمد و ستایش مر خداوند را که صنعش در وجود آورد ما را. هر دم از ما صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحابش تمام. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. سحری مبارک، در این سحری پرفیض پربرکات، ما شما در این خانه برادر اکی توکل جان که یعنی نیبراهاشون توی دارن، امروز ما شما خدا خود مهمان این خاندان هستیم. اولا انشاءالله این اهل خاندان و مناسبت فرارسی توی سنت سنی رسول صلی الله علیه و سلم تبریک و مبارکباد میگیم. الله سبحانه و تعالی در این سحری پرفیض پربرکات این توی برای هر یکی ما شما الله اله مبارک بگرداند و برگانی آنها را خداوند عمری دراز، رزق فراخ، تنی صحت، خاطری جمع و در آینده انشاءالله خدا خواهد یکی از عالمان و قاریان با عملی، یکی از یکی متخصصان، یکی از دانشمندان شدنش را الله سبحانه و تعالی اله نصیب بدارد. البته عزیزان من، در این خاندان انشاءالله حضور داریم. ما شما انشاءالله این خاندان عندن خانه مبارک است که بابای آنها بابای نیمجان بودن عزیزان من، و این دنیای فانی ترک کردن به دنیای باقی رحلت کردن، خدمت مردم برای خدمت الله سبحانه و تعالی. انشاءالله الله کمر همت بستگی بودن. بسیار انسان انشاءالله یعنی صاحب فکر، روشن فکر بودن. اکثر انشاءالله نصیحت های خوب میدادن که ما اینا در سیدامون در اینترنت ها پرتافتگی هستیم که یعنی با این مجان شعارش مشهور بودنش در تمام انشاءالله اهلی و شعار زمین یعنی دعاگوی بهترین بدن. الحمدلله. آمانه شدن رو فراموش نکنید. خداوند پروردگار روزاشون برکتی خدای تعالی، خشم کاراشون برکتی خدای تعالی، خونه و دلاشون برکتی خدای تعالی، زن و فرزنداشون برکتی خدای تعالی، همیشه خونه هاش چیزی آسایش فجر و برکت ها خداش در پناه خدا باشه. الهی خدا سفره با براش چیزی الهی ساق بوده سلامه یک کاری نیکم ناصیب شو بگی الهی. همون کارا کرده چونتا کار پر قطعی زواج سر قطعی پیش زن و فرزند پدر مادر ساق سلامت. الله اکبر. دایم در دعا باشش خدا خواهد. در امان خدا سلامت دشمنش است می و دوست بود می دیگر بود می یگان کس انشاءالله خدا خواهد زیانشون نمی رسید. در حق انشاءالله نبیرگاشو من شاهد بودم در مسجد باور میکنین میشیشتن از همین خدا خواهد اکی مومین جان سر کرده تا آخرین خدا خواهد نبیرهاشو فقط شب و روز دعاهای خوب میکردن. تمام اهل جمعیت بلکه تمام اهل مسلمان های دنیا را الحمدلله دعای خوب میگردن، دعاگوی بهتر. کنی امروز زنده باشن در دوره ما و شما در این انشاءالله خدا خواهد حلقه ما با یک شادی بشینند. افسوس امروز روحشان در انشاءالله تماشای ما و شما است. امروز روحشان انشاءالله یعنی شاد است که امروز در این خاندان سخنی الله، سخنی پیغمبری بزرگوار محمدی مصطفی صلی الله علیه و سلم جلا میزند. انشاءالله اله روحشان، روح مادرشان، روحای برادراشون که آرزو میکردن این روزها را همیشه از ما و شما راضی باشند و از الله متعال دعا میکنیم که انشاءالله خدا خواهد روحاشون شاد، قبرهاشون پر نور، آخرشون انشاءالله اله آباد بگرداند. اما شما را سالهای بسیار در این صحبت های خدا خواهد عالی ما شیشتن هم صحبت شدن الله اله نصیب بدارد. یک چند در حقی پدر مادر، یک چند در حق انشاءالله تربیه فرزند و شما عزیزان انشاءالله هم صحبت میشیم. عزیزان من، در دنیا از پدر انشاءالله مادر دیده بزرگتر شخص در دنیا نیست عزیزان من.
البته آنانی که زنده هستن پدر و مادراشو قدراشون انشاءالله رسین، حرمتاشون بجا بیارین، عزتاشون بجا بیارین، در حیاتی شاد شکنین انشاءالله. خدا خد بعد مردن هیچی فایده نیست. در حیاتی میگه نکردی شادم، بعد مردن چی لازم داد و فریادم. بعدی که وفات کردم بعد انشاءالله خدا خواهد هزار داد گیم، هزار انشاءالله وای گیم هم انشاءالله زنده نمیشوند. گفت شاعر میگه که غنیمت دان تو امرو بندگی کن، به فکر و ذکر مولا زندگی کن. محل نمی آید گشته دوباره، صدها زنی خود به سنگ خاره. میگه تو به امروز که وقت داری، عمر داری، انشاءالله وقت است. الله انشاءالله خدا خواهد چکار کن؟ ذکرش کن، عبادت کن، طاعت کن. اون ریزی که خدا خواهد جان به حق تسلیمیتی، محل گشته نمی آید دوباره انسان زنده نمی شود. هزار آرزو کنی، صدها میگه زنی میگه سر به سنگ خاره، صدها داد گوی، صدها وای گویم، لیکی زنده نمی شوند، نمی آیند یک بار. فقط در عالم خاموشان که این قبرستان است، عالم خاموشان، همون جای ما و شما می شود. یعنی از این عمره غنیمت دونسته. امروز بچه هایی که زنده هستند، مادرت انشاءالله خدا خواهد قدرش نرست، پدرت انشاءالله قدرش نرست، حرمتش بجا بیار، دعای و یارگیر، انشاءالله نجات در همین است عزیزان من. پیغمبری بزرگ میگن که ثلاثه دعای مستجابتون، سه دعا هست که اجابت میشود عزیز من. پخته باشد ای گوشت بگیر. دعا والدی علی ولدی میگه. این امام ابو هریره روایت کرده، یه حدیث صحیح است عزیزان من. یکیش میگه دعای پدر نسبت فرزندش عزیزان من. چی دعا کند الله لبیک میگه عزیزان من. بین اینها بین الله یگان پرده نمیشد است عزیزان من، یگان پرده. همین تلفنش که برداشت، تلفنی پدر مادر دستکاش است عزیز من. تلفنی ما و شما دستامون است. در نماز که ادا میکنی دستات که میبرداری، این تلفن الله هر دقیقه هر سکون گوش میکند. یاد نبدار. حتی اینکه میگه بین پدر و مادر یگان پرده نوشته است عزیزی من. پردهش نیست که اخلاقت بدارد. بین ما و شما چندین پرده ها هست، دعای ما و شما را اجابت شدنش. لیکن بین پدر و مادر یگان انشاءالله خدا خواهد چی نیست؟ یگان پرده نیست عزیزی من که اخلاقت بدارد. همون زهاد که برداشت، الله گفت، ربنا گفت، الله لبیک میگفت است. لبیک اسأل منی ما ترید و عبدی. پرسای من چی میگوی بندم؟ چی در حق بچه چیکار کنم؟ در حق دختر چیکار کنم؟ در حق نیوره چیکار کنم؟ بگو. درد دلت بگو، از این اخلاقات اجراش میکنم. دین انتظار میشده. باید که ما و شما از پدرها فقط دعای خوب گیریم، دعای نگیریم انشاءالله خدا خواهد. اینا اکثری پدرها چی دعا میکنند؟ وقتی که خدمتش نمیکنی از عمرت برکه یابی، از رزقت برکه یابی. یا که میگن چی؟ خاک اگری زر گرده. این دعای بهترین. یا خدا ایمان باید کنه، ای من نگرده ای بچت بگرده. یا نمیگمی همین دعاها در زبانی پدر مادرها همیشه جاری است اگر ما خرسند شو کنیم انشاءالله خدا خواهد. اگر ما حرمتاش نبجا بیاریم، الا اگر برعکس این کنیم، اون دعایی که بدی که میکنن انشاءالله اجابت میشود عزیزانی من. در یک روایت خواندم، یک جوان در خاک میسپارند. وقتی که میسپارنش میگد از درون گور آواز خر میبراید. همه حیران میگن ما آدم گور کردیم که خر گور نکردیم. این چی کرامت باشد؟ این چی از جانب خدا؟ بعد میآیند مادرش میپرسن که مادری جان همه بچه چی کاره بود؟ بچه چی کار میکرد که در خاک سپاریدیمش؟ بجای خدا خواهد کلمه لا اله الا یا که من رب که پرسنش ربی الله گفتنش آواز خر برمد. گفتن میدانین وقتی که من در دنیا قطعش هم صحبت میشدم، یگان نصیحت هایی که خوبش میکردم، یک روز نصیحت کردم که بچه ما راه خوب بگی، عبادت که طاعت که راه بد نگی، قوم و جمعیت خدمت چه بکن. گفت ای خر خاموش شو. گفت بانگ زد به طرف من که ای خر خاموش شو.
گفتیم میگه خداوند در همین دنیا نکند، خدا در قبر تر خر کند. عزیزی من بین دعا اجابت شد. میگد و مجرد میگه در خاک سپاریدن، خاک بالاش محکم کردن، آوازی میگه از قبر خر برمد. بترس خدا خواهد، بترس خدا خواهد از این دعاهای بعدی پدر و مادرت انشاءالله خدا خواهد. بترس از این دعایی که خدا خواهد بیان نسبت شما میکنن. ما میشنیم در بعضی کشلاک ها هستن، شنیده سادیم پدرش زده است، شنیده سادیم مادرش زده است. عزیزانی من این جوانی بد اخلاق است، این جوانی که به ایمان است، این جوان از رحمت خدا امید ندارد. این جوانی که این کار نسبت پدرش نسبت مادرش میکند. عزیزانی من در حدیث صحیح است عزیزانی من، یک جوان میشود بینین حتی اینکه نیت دل ما و شما را الله میدوند. عزیزانی من یک جوان میشود میگد یک تا مادر داشت، شب و روز خدمت مادرش میکرد، شب و روز بیکم و کوس. حتی فرشته ها میگد که نسبت چیش دادن، گفتن همین جوان مرد انشاءالله جنت جاش است. همچنان باوری کامل حاصل کردن. عزیزانی من وقتی که میگه جوانم مردنش نزدیک شد، میگد بعدی که جان به حق سپارید، خدا گفت میگه بری در دوزخ پرتایش. فرشته گفتن خداوندا آخی ما این شاهد هستیم، ما اینو میدیدیم که شب و روز خدمت پدر مادرش بیکم و کوس میکرد. کو آنچه که من میدونم شما نمیدونه. گفت عزیزانی من آنچه که در دل نیت میکنی الله سبحانه و تعالی میشنود. این زبان برمدگیش این کرام الکاتبین فرشته های نویسنده میدونه. نیکی دلنگی همون قدر خدمت میکرد است، بعد هلاک شود. اگر بدیلش میفته است که کی نمرد که من خلاص شوم. از یک نیت بعد که نسبت مادرش کرد دوزخی شد. عزیزی من همین آگاه باش انشاءالله خدا خواهد، هوشیار باش. جوانی غرور جوانید، غرور پول دارید، غرور مال دارید، پیش چشمات کور میکنه. خدا رو شنیدن در یک خاندان یک بچه زن گرفته است. بینین پدرش افته است که منم پدر بعد بازنش جنجال کند، پدر نصیحت میرفت، پدر خاموش شد. این پولا من یافته اومدم، این پولا من یافته به پول خودم زن گرفتم من. رو تو سیاه میکنی با پول خودت. دعای همین پدر کتیش باشیدید، دعای همین مادره که خدا خواهد باشیدی که شب و روز تلفن در دستکش در حق دعا که خداوندا بایش که، خداوندا پول دارش که، خداوندا مال دارش که، خداوندا در شهری مسافرت از هر گونه بلا و بدترا نگاش دار. گفت همین دعای مادر بود، همین دعای پدر بود که شب و روز انشاءالله خدا خواهد در حق دعا میکرد تو باشیدی. الهی چی نمیشه این خبر نزن نسبت پدرت. پدر اگر دل شکست شد انشاءالله خدا خواهد ناراضی که شد تو آخ میشه. پدر نگوادم از بچه که ناراضی شد دلش که رنجید، این نشانه آخ شدنی تو است. آخ میشه عزیزی من. شرط نیست به برمده اعلان کردنش که دلش که در کرد نسبت فرزند دلش موند، یک بار آه میکشد. آه از درون سینه میکشد. آهی که کشید الله لبیک میکند. انشاءالله حال ترم همچنان میشوید. انشاءالله تم خدا خواهد 20 سال بعد بچه یکت کلون میشود، 20 سال بعد انشاءالله خدا خواهد تم همچنان بچه تا خاندار میکنی، همون بچه در رود میگد این پلا من یافته اومدادم. آن چی کردی با پدر او را بینی از پسر نیاد نبرار. چی معامله که نسبتی پدرت میکنی از بچه یکات میگیری، چشمات کشا انشاءالله میگیری خدا خواهد انشاءالله. یک میگه جوان میگه پدرش میگه سیر و گشت برد، دین سیر و گشت بردش. گفت که من ترا پدر گفت یک سیر و گشت میبردم، سببش که یک زنی بد اخلاق داشت. حالی زنای بد اخلاق هست، پدر تا گم کن مادر تا گم کن. با چی میگفت است؟ چوه این پدر تا دادری کلانی نمیبره، چوه این پدر تا یک بار انو اکی خوردید نمیبره، فقط مونده باشدگی می بر این بگوشو ببرنش نپیند بیزاش لگی. بیچاره چیکار کند پدر؟
میگه گفت که میگه یک گفت طرفی که سعی رو گشت میبرم پدر جان. گفت خوب بشه بچم. یک گیدم گردون در این خانه تاریک ناانصافه کل یک بار ماشین کت یک گیدش گردونش یاره. یک بار یک ماشین حکت کردی خدا خواهد یک سوخ برش یک دت یک ششتکش گرفته بوده خدا خواهد انشاءالله. حالی خدا خواهد روزش میشه که زار میشه نمیاری. روزش میشه که خدا خواهد پدر گفته داد میگوی تمام مردم ضدت کار میکنند نه که پدر کار نمیکند مادر هرگز کار نمیکند. این جورات همش دشمن تای. این پول داری امروز مال داری آبرو داری این جوره داری پگه آبرود برفت از مرتبه ها کی رفتی همین جورات با دشمنت میشه. لیکن پدر دشمن نیست. باور میکنی قسم به خدا میگم اگر بار که آدم کشته فقط پدر و مادر دونه تا گوره میبرش. لیکن زن تا بگو امروز فقط جوره تا گو سر از بالات میدیسه. یک میدان مزد گرفت شکایتت میکنه شرمنده ها تا میبره نمیگه دنیا ہے. لیکن پدر چی مادر چی انشاءالله خدا خواهد هرگز نمیبراند. میگه طرفی که رفت که همانده طرفی دریا رفت. گفت بچم کجا بردی من؟ گفتی که که دورت میزنونم حتی امروز طرفی خدا خواهد دریا رفته سده. گفت دل من زدی پدر. مادر زنم گفت که گمش که بر پرداش من ترا برده گفت دهران نمی پردام نزد دریا رفتن. میگه گفت بچم همه آگ گرداب دیدی آب حلقه زده ساده خودی همونجا من پرتام من اون یک نپرتام. گفت برای چی پدر؟ میدانی گفت من بابات آوردن اینجا نپرت افتادم. الله حق بده امروز من همینجا اومدم انشاءالله ترم بچم همینجا بیایی خدا خواهد. بعدی خدا خواهد 10 سال 15 سال بعد بچه یکت کلان میشود تو هم جادم گرداب است. میگه بچه توبه کرد گفت که استغفرالله. گفت پدر گفت این کار نمیکنم از بحر زنم میبرم لیکن ترا نمیپرتم. بین عزیزی من خدا خواهد این صداهایی که میکنی جوابش میگیری. عزیزی این جهان کو از فعل ما ندا باز می آید سوی ما عکسی صدا. عزیزی من 15 سال بعد 20 سال بعد یک عکسای صدایی که نسبت پدرت میزنی نسبت مادرت میزنی همه جواباش میگیری. علاج نیست. در 4 کتابم تورات نم انجیل نم زبور نم قرآن نم آنکه پدر مادرش دیگه جزاش خدا در همین دنیا میداده. بعضی گناه ها را ساتر میکنه عزیزی من. بعضی جزاها را خدا روز قیامت در دوزخ میتید. لیکن بعض جزاها را در همین دنیا یکیش کسی که پدر مادرش ناراضی میکنه. عزیزی من بیا بخت بیا خدا خواهد. حکایت ها بسیار است. در همین دنیا جوانایی که خدمت پدر کردن انشاءالله جنت چیدگیان. یک تیکایه میگم بعد خدا خواهد برای تربیه فرزند میگردیم که خونو که سبا میگه یک قصاب بود. یک قصابی گوشت فروش مثل نظر جان مثال آدم های قصابا مثل یکی حامد جان که در با کوچه ها مردم با گوشت تأمین میکرد. میگه همین قصابت روز میگه حضرت موسی علیه السلام کوی تو رفت با خدا صحبت کرد گفت من در جنت با کی هم صحبت میشم خدا جان بگو خودت با کی میشم؟ گفت با فلان قصاب میشه. گفت در فلان فرغانه. گفت مثالی اصطلاح امروزه همون فرغانه نگفت فلان قصاب است. گفت همون قصاب که تو یک جای در جنت میشی. حضرت موسی میگه سفر برمدن رفتن فرغانه. میگه تا بگاهی قسم میگه همون جوان میگه نظارت که استاد که عادی جوان گوش فروخته است گپ زنک دارد. گفت این چی عمل داشته شد که خدا من با این هم صحبت میشه؟ گفت قسمی بگه شب شد. میگه بعد حضرت موسی میگه پیشم خصاب من گفت ای گفت بنده خدا همین گفت من یک مسافر هستم جان ندارم خانه ندارم اگر علاج باشد همیشه مهمان شما شوم. گفت تاج سر. گفت مهمان عطای خدا. عزیزانی من کدام مهمانی که بیاید خونت البته خدا خد لازم شد خدا خد زن تا خدا خد گفت خونه همسایه بره خونه گفت از مهمان رو نگردون. این وظیفه خدا خد اسلام عزیز است انشاءالله خدا خد. گفت خوب میشد. گفت بابا جان رفتیم. میگه خانهش گرفته بردش حضرت موسی را. میگه گفت میگه در مهمان خانه شما شینه من حاضر میبرم. گفت میگه خانگی در این خانه دور من. میگه حضرت موسی میگه آیسته آیسته میگه چیکار کرد؟ نزد انشاءالله خدا خواهد چید یعنی همون یعنی
عقیب همون جوان میگه برفت. وقتی که میگه عقیبش برفت میگه دید که میگه در یک کاس میگه کاس یک سبچه است. در یک سبچه انشاءالله خدا خواهد چی است؟ یک کمپیری به جا موندگی است. میگه نزدیکش برفت گرفت میگه سبچه را تازه کرد تمام اعضاشه تمام خدا خواهد وجودش تازه کرد میگه افخاتش داد میگه شکمش سیر کرد و ما میگه سبچه کشال کرد گشته اومد حضرت موسی که اومده در جا شیش. این جوان وقتی که از پی کار بیرون برمد آیسته حضرت موسی میگه نزد همون سبچه رفت. گفت که میگه ای گفت مادری جان شما کی هستید؟ گفت من یک کمپیری به جا مونده هستم چندین سال است از این راه گشته نمیتونم کسلیم بیمارین سخت است همین بچه بیچاره کم شب و روز خدمت من میکند. در گفت کاشال است گفت مبادا یگان چیزا من آسیب نتیه گفت از ترسه گفت کار میرود گفت من کشال که میموند. شما گفت چی دعا میکنه در حقش؟ من یک دعا میکنم که روز قیامت موسی کتی تر خدا هم صحبت کنه. گفت مادری جان گفت با شما بشارت که دعاتون اجابت شده است من همون موسی هستم انشاءالله بچه که روز قیامت یک جای در جنت هم صحبت میشه. بین دوستی خدا چشمات بکشا انشاءالله خدا خواهد امروز خدمت چه بکن اون خدمت هایی که وی کرده است یک شب چه نکرده این یک شب رنجی که میگم مادر پدر بکشید نتوان بر دو جهان برکشید. میگه یک شب میگه بالای گهوارت نشیشتگیشه تا سحر جنبوندگیشه تا سحر شیر دادگیشه اخشه ادا کنمت ناانصاف. اگر 80 سال خدا عمرتیه 100 سال عمرتیه اگر یک شب رنجی که خدا خط کشید نمیتونی بردوام. حالا نشو چشماتک شو خدا خط. در خلاصان میگه یک جوانی بد اخلاق عرق خورد جوانی نشمد میگه عرق خورده شیشتا در یک دایره. یک آدم دیده آمد گفت که گفت بنده خدا پدر در گفت چا غلطید مرد نمیخیزی بره گفت که شیری نرم میمرد گفت شیری نرم میمرد گفت گفت نمیخیزی گفت بیا گفت شما بلفته گفت گورش کنه گفت انا میگه جوان دو چیز میکند خراب جوان را دو چیز خراب میکنه های هوس و شراب. همین های هوس های بیجاش شراب عرق خریاش عزیز من جوان خدا خواهد خراب میکنه خدا خواهد. نه پدر تا پدر کرده میتونی نه مادر تا مادر کرده میتونی نه زن تا زن کرده میتونی عزیزی من. ولی همین خدا خواهد یه آرزو هوس پرتا امروز اینا غنیمت هستن انشاءالله خدا خواهد. نماز نفل میتیه تو عبادت است سه یعنی روح دیدن یک تاش روی پدر و مادر خدا خود هم روحای بجی مغزدگی هاشه بی انشاءالله خدا خواهد بوسش کن انشاءالله در کنار گیر گفت ناموس نکن ناانصاف پدر تایی چون که تو کودک بدی در آغوش گیرت خدا خواهد بوست میکرد و یک عالم خدا خواهد پاکه کلون شوه انشاءالله خدمت میکنه. پدر میگه در کودکی گیرد دستی پسر با امیدی که در پیری پسر گیرد دستی پدر. امید میکنه بیچاره که پیر شوم 70 و 80 ندارم زاری دست ما میگرفتاشه به حاجت و قضا میبرداشه کاش که دستک میگرفته کوچه و بازار میبرداشم و این امید دستک های تره میگرفته. امروز ما چیکار داریم که امروز عزیزی من یکیش دیگرش روی قبل کعبه را دیدن عبادت است نماز نفل خدا در نام اعمال می نیست. یکی دیگرش روی استاد انشاءالله عزیزان من روی موی سفید کار خدا خواهد انشاءالله دیدنش این عبادت است عزیزی من. همیشه خدمت کن همیشه حرمت کن انشاءالله خدا خواهد. من برمیگردم در تربیه کودک عزیزان من کودک ها را بین انشاءالله خدا خواهد. من ما شما ایام کودکی من میگردیم ما هم یک زمان خدا خواهد انشاءالله محترم جماعت 43 سال پیش منم کودک بودم منم خدا خواهد مادر پدر سبب شد الله سبحانه و تعالی ما را به دنیا آورد یا نمی از این بخت نیست برای پدر و مادر از این بخت نعمت بهترین میگن این بودن کودک است عزیزان من. وقتی که کودک در خاندان ما شما می آید حیات مستحکمیش زن و شوهر این سختی مستحکمیش همین بچه و چی است دختر است. وقتی که به دنیا انشاءالله میای به یک آرزو به یک شادی مادر در کنار میگیرد
پدر در کنار میگیرد. بینن عزیزی من، یا نمیگیرد بی کی بچهش گنده میبیند؟ حالا در نظر ما شما همین بای تاشی نال چیزی حسابش میکنین. لیکن اگر برای آپچهش کن که $1000 میتیم همین تاشی را بقیت رسونیم، $1000 نوی بهتره. برای چی؟ چون که دادر شه و خدا خود بوایه رسون و در نزد ما شما قدر ندارد. من همین در دیارمو میدونم که مادر هست که 50 سال است بچه اکای دخترکای بجا مونده شنا خدمت چه میکنن. یا نمی خوشا به حال همون انشاءالله انسان ها که گرچه از من دوای اعلا است از آن نبرار چون که به دنیا آورد خدا خواهد. خیلی خدا مناسبی شدم و بیماری اکا چیم نوز بیماری های کسلی فلج هستن چی دیگر راه گشته نمیتونن بعد گپ نمیتونن دیگه هر روز انشاءالله در کنارش میگیرد در دمگیکش خواب است. بچه هم گفته انشاءالله نوازش میکنم. بینید انشاءالله خدا خواهد ما شما 4 اعضای بتون داده است الحمدلله، عقل داده است، گفتار و رفتاری خوب داده است انشاءالله خدا خواهد. بین من میگه کودک وقتی که میگه انشاءالله به دنیا می آید الله سبحانه و تعالی را امرش است. عزیزی من خدا در سوره کهف میگه المال والبنون زینت الحیات الدنیا. سوره کهف میگه این مالی که شما داره این فرزندکای داره این زینت دنیا ہے. عزیزی من این دنیا زینت شه. حتی الله سبحانه و تعالی انشاءالله کودکا را دوست میدارد. الله منو بینین هر روز بالای دنیای ما شما بلا می اومده 3 توفیل کتی الله بلا را می برداشته. نبینین ناشم خدا ما شما نیست و نابود می یک تش به حرمت همین کودکا که انشاءالله خدا خواهد باقی میکنند در زمین خاندان ما شما میگردند و توفیل همین ها الله سبحانه و تعالی بلا می برداشته. یک تاش با توفیل موی سفید ها من موی سفید و کمپیرک های که آمدان انشاءالله خدا خواهد چون که اینا وظیفه شو فقط عبادت و دعا هست خلاص چون که اینا از کار موندن امروز انشاءالله خدا خواهد محتاج خدمت ما و شما شدن. وظیفه اینا چی هست؟ فقط الله خدا خواهد همین یاشار عمرش دریان نمیگم کجا ملکه میشینی موسیفیدو یک دعا میکنن همین یاشکار عمرش دراز که حتی میگن که ما مریم و جوانان نمرد عمری خوب برن. ما دیدیم که چی که دیدیم همین جوانه که همین بچه یکم دخترک من خدا خواهد عمرکاش دراز کرد بخناک شو که خدا خواهد شده یا که هر روز دعا میکنن پروردگارا از آفات ها چون که اینو از سرشو چقدر آفات ها گذروندن یا نگذروندن این دوره های 41 و 45 من خدمت کرده اینجا موی سفیده هستن الحمدلله میگه که نگذروندن اینو از سرهاشو چقدر چیزا گذروندن. فقط یک دعا بسیار من میشنم که خداوندا تینجی آسایش گیره بده. ببینین یک دعای اکثرشو میگن تینجی باشد آرامی باشد خاطر جمعی باشد پروردگارا دعا میکنن با یک دعاشو چی است پروردگارا ما همین نون جدا نکن چون که اینا گوشنگی از سراشو گذروندن دوره های قحطی ها را دیدن دوره های عذاب دیدن اینا میگن که پروردگار کاری کرد همین نون جداشو نکن کاری کرد زمانا را تینش کن کاری کرد جوانا را خدا قد عمراش دراز کن دولت موتین شود جامعه موتین شود. از دعای اینها الله بلا را میگردونده است و یکیش از یعنی حیوان هایی که داره ما و شما گو خر و دیگر حیوان ها داریم و توفیل همین ها الله سبحانه و تعالی بلا را میگردونه است. عزیزانی من الا بلا ما و شما را فرا گرفته هم نگرفته است. 3 اینکه مثال باید خدا خواهد کودکا را بینیم باید موی سفیدا را حرمت کنیم باید انشاءالله خدا خواهد حیوان ها را در وقتش آزقش تی خدا خواهد الا روز قیامت حیوان ها عبادت دعوت بکند. سوره خدا خواهد نبست کسی که حیوان میگه ناحق افقاتش نمیتیه ناحق میزنش. من میدانم آدم هایی که خر زده آخر زده کشتگی آدم های خری بیچاره رو میزدن آخر زدش نیستش که باور میکنه همه حیوانان هم قصد میگیرن باور که اگر آدم های چیزایی هستن که عزت هم میکنن نه که حد گذرونی که زدیش بیچاره هم میگه روزا که بستگی یک بار گیر میگه میزنه در تا امانت دیگه که خدا غیر برفته و همین الودا همین ها در پیش خدا دعوا میکنه. یاد نبرار سوره نبا آخرین آیت خون
همه حیوان ها را خدا زنده میکند. همه حیوان ها نسبت مردم دواهاش میگوید دواهاش میکند. برای همین مال هم انشاءالله تربیهش خوب کنی انشاءالله خدا خواهد. انسان اکن میگردیم جوانا اکن خدا خواهد تربیهاش عزیزانی من خوب کنی اکن انشاءالله خدا خواهد. از جوانیش از کودکیش تربیه کن. پیغمبر بزرگ میگه طلب العلم من المهد الى اللحد، طلب کردن علم از گهواره تا لحد است. عزیزانی میدین از گهواره سر میکنی. همین که روی دنیا اومد اوجه چیکارش میکنی خدا خواهد تربیه سر میکنی خدا خواهد انشاءالله. من پرزیدنت جناب عالی شفقت مزیف میدونین در یک سخنرانیش گفت ازبکستانی نو گفت آستانش گفت از مکتب سر میکنیم. برای چی؟ چون که نو کودکا چکا میکنن انشاءالله 7 ساله کشید به مکتب میرن انشاءالله خدا خواهد. وقتی که به مکتب میرن علم حاصل میکنن انشاءالله ویها گنده نمیشون. این سبب باعث اخلاقی جامعه باعث این خدا خواهد گناه همش ای نبودن علم است عزیزانی من. اگر ما و شما علم زور داشته باشیم حالی خدا خواهد این باعث شد ما گل میگشت. افسوس متخصص های خوب نداریم. اگه بچه هم خونیم هم تربیهش زور کنیم انشاءالله خدا خواهد. شعار اسلام هم علم است. من نوریدین حاجی مفتی حضرت خدا خواهد 2022 سال تمام خلق ازبکستان مراجعت کردن. در مراجعت چی گفتند؟ یعنی علم. حتی ما را تاکید کردن علم داره که بخونه کن علم خونه انشاءالله خدا خواهد. بچه هاتون دیگراتون های تمام ازبکستان زمین علم پیش برید. علم پیش بردنش سبب پیش بردن جامعه عزیزانی من. به علم و ادب میگه بهشت رضوان مطلب. بین میگه علم نداری ادب نداری میگه بهشت نطلبتم. اما بهشتم داخل شدنش با چی بده؟ با علم بده عزیزانی من، با ادب بده انشاءالله خدا خواهد. بچه یک تک از خوردش خانانش انشاءالله خدا خواهد کنترلش کن. من در کتاب دیدم ببینن کنترلش که گفتن وقتی که بچه تا به مکتب میفرسونی گفتن ببینن بزرگا هیچ نباشد اقلا در یک هفته یک بار رفته خبرش کی همون مکتب رفته با معلمش هم صحبت شد. من اینجا چندین معلم هست من پرسیدن ممکن که همین معلم محترم من این سال 2023 5-6 ماهش برفت یگان تا معلم رفته طلب پدر در دست اشتراک کرده نیست. من اکا همین جان معلم هستن تو بگه من هم 6 ماهی گذشت من خدا خواهد از سنتیابر تا دکابر من 4 یک ادا شد همین یگان کس خدا خواهد رفته در دست اشتراک کرد من بعد ما امید میکنیم که بچم پروفسور میشه. بعد ما امید میکنیم که بچم خدا خواهد انشاءالله چی میشه انجینیر میشه. ما امید میکنیم که بچم خدا خواهد دپوتات میشه. بعد کی میشه بعد چیز ببینین اقلا میگه اگر خودت رفتن نتونی گفته همون معلم گفته تلفن گفته اقلا تلفن کن پس بچم چخله سرای بچم خونده است نه مکتب رفته است نه. من روز کجای من اثبات کردم اخو مرکز نه باور میکنید بچهش می آمده سنت رفتم آشونون میخورده گشته معلم نیست من عیبدار معلم نیست. وقتی که یک روز برادرش اومد دست در آوردمش من گفتم چی گفت؟ گفت که من با هم دادر اکی فلاجی میشم. های بچه‌م گفتن چی گفت؟ گفت دادری من اومده دست برفت میحوزی من گفتم دادر من ندیدم. این گفت ما را فریب میکرد گفت من دست میدم میفتست میگفت رفته در سمت ششی خودم میرده در بازی کرده میگشت است. گفت بینین کی عیبدار بده است؟ ما معلم ها رو امروز عیبدار کردیم که معلم عیبدار نیست. ما عیب داریم، ما پدرها عیب داریم، مادرها عیب داریم که کنترل نمیکنیم. ما شما با یک سوال میتیم منم 6 ماه آخر میگیرم خلاص کنم 6 ماه آخر کی در خانهش کنفرانس دینی گذرون کدامش ما دفتری بچه تا دیدی؟ یعنی بچه هم جبال همه بشین انجا نخلا خواهد انجا من معلم مکازی کن این دفتر رو تا دیدی ای سنتیابر من تا یکم ینور چی قدر دست کشیدی که من یک مشاهده کنم نه اگر بابا دو کار فرسونیش اگر خدا خواهد کار که بیا چون تکاش همه که کنچان که پل کار که اومدی پلت چی کنی به سوال ما پلا بینیم چی؟ نه که یک بار نمیگی که دست چیه؟
چی خوندی امروز؟ پولش نوشتای خدا که باشه کبرا بگه کنترل میکنه چند تا پول برو چطور بابا اونجا با خودش میگوی لیکن انشاءالله نمیگوش که کنی امروز تک کاره بگو من بشنم من کدامت بگوانم جا خدا خدمت بیا بار کن 100,000 متر همین گو که من همین بکریبی بچه من تو نکاره پرسیدمش همین تا نکاره گفته داد هیچ کس نه پرسه چون که ما نسبت فرزندان ما بخناکش نشه نمیخواهیم ما میخوایم که یک وقت شور بارشن شور مونده یک بلا کنه همین مکتب تمام کنه شید یک بلا کنه شید یک بلاش گفته که همین بچه تمام کرد رسیه شش در رسیه دختر تمام کرد خوشش در چیه شوهر یک بلا که شوش بتیم یک بلا که خلاص شوم گردنم ساکت شوم خلاص این بلا را پرتا کرد دعا که خدا خواهد بچه ها دانش کنده شا بار کن بچه سرپل شایم بخت شما میتید یه روز میرسونه خدا خواهد انشاءالله یه روز خدا خواهد در وقتش پولتا میرسونه در وقت انشاءالله خدا خواهد چیستا میرسونه اگر چی بچه با آداب باشه بچه علم ناک باشه از بپل امروز پدرها جدا داشتن بچه هاش نمیدونید امروز چنان یک دور رسیده است که بهتر بچه ها را جدا میکرده پولدارش نغزت نبینیم بپلش دیگر دستی کی سبب شید کی سبب شید همون چیزا خدا خواهد گنده شدن کی من خودی شما سبب شدگی هستی چون شما در وقتش نخوندش بیچاره در وقتش خدا خواهدش تعلیمش نداده در وقتش آدابش کنترل نکرده پیغمبر یعنی گفتن انسان ها از گفتن بهتر گفتن برای بچهش ادب چیز نمیتید بهتر ادب خدا خواهد انشاءالله هوا هم خنک است انشاءالله خدا خواهد خدا فرصتیت با یک روزای خوب با شما عزیزان هم صحبت میشیم انشاءالله اصلا کمش شیرین میگن خدا خواهد انشاءالله امید میکنیم که اگر همین هم استفاده بریم همین اقلا خدا خواهد انشاءالله جامعه ما شما روز از روز تغییرات میابن جامعه شما روز از روز انشاءالله خدا خواهد صاحب علم صاحب دانش میشد شعار اسلام امزانی من خونه خانه باز خانه ده خونه خلاقت بچه ها را خلاقت صاحب علم و معرفت کنه صاحب خلاقت درجه های بلندش کنه قدرتونم میرسد حرمتتونم میکند عزتتونم میکند انشاءالله خلاقت هر روز خلاقت گرامات پدر رحمت نگوی خلاقت بچه یک کار کنه هیچ کس یکم شما ادا میکنند پدرت رحمت بچه خوب بده یا نمی خدا امروز یا خلاقت بچه کی با فلانچه پدرش مادرش نرحمت هر روز خلاقت ادرس نمیده که گندش ناباب شود چی فرزند نفس باقی پدر فرزند بد داغی پدر داختم میکنه باختم میکنه همین میکنه برای همین بی خلاقت همه خلاقت بعد افقاد یک دعا میکنیم جامعه همینجا است خداوند همتون خلاقت نگهبان باشه الله سبحانه و تعالی هر یک مونه همین عمل کردن الله سبحانه و تعالی تربیت کردن مناسبینت و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین انشاءالله خدا خواهد نوبت به نام تیم یک قرائت میکنن و در حق گذشتگانی اینو خدا خواهد دعا و تکبیر میکنیم الله هم خیلی صفی قوری ها را خدا خواهد زیاده کنه الحمدلله امروز جوان ها اکثرش خدا خواهد انشاءالله قرآن خوان شدن اکثرش رای حق رای خوب و گفته رفت این بختی جامعه ما این بختی انشاءالله خدا خواهد پیشروی جمعیتی ما باشه نوبت خدا خواهد به قرائت میکنیم مرحمت قاری عزیز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جزاء من ربك عطاء حسابه رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابه يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من عزين لهم الرحمن وقال سوابه ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر
ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. بخشیدیم ثواب و ثمره های آیات های کلام ربانی را بر رضای حق سبحانه و تعالی، خصوصا بر هون جناب سرور عالم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و بر هون دیگه میگذشتگان این منزل و مکان، به کسان بیچارگان، دور افتادگان، غریبان، شهیدان، خصوصا هم اهل جماعت، هم اهل خانان، پدر و مادر و اکا و دادر و خواهر و جمیع گذشتگی آشنا، همین اهل جمعیت هم جمیع گذشتگی آشنا. خدا خودت طریق رحمت شایسته جنت بگردانی، قبرهاشون پرنود، آخرشون آباد بگردانی و آنچه ناز و نعمتهای خداوندی این کادگان خانه پیراستند خدا بدرگاه خود قبول نمای سایبانی آخرت بگردانی. در این خاندان همیشه تینجی، آرامی، خاطر جمعی، تنسیتی، فیض و برکات. همین اهل جمعیت و خاندان چی مقصد و چی آرزوها دارند، خود دینی است و خود دنیاوی، الله با فضل و کرمت برآورده خیر بگردانی. آنها که در اینجا خدمت کردند، عکس برداری دارند و این صدا برای آنها که یعنی پاور و آن زنهایی که خدا خود در این روزهای مشقت خدمت دارند، خدا آنها در عمرهاش، در رزقهاش، یعنی در کسب و کارهاش، در خاندانش الله خودت برکات عطا نمایی. و آن فرزند اینا که در مسافرت هستند، خدا آنها خودش همه تمامی مسافرهای اهل ان شاء الله خدا خودش یار زمینه، خدا خواندند آمدی کار از هر گونه آفت ها خدا آنها خودت نگهدار، صحت بودی سلامت، با کیسه های پور، باروی های سرخ، نزد خاندان، نزد وطن عزیز برگشتنش الله نصیب بداری. در تمام دنیا تینج، آرام، خاطر جمعی، تنسیتی، خصوصا در جمهوری عزیز ما و شما خدا آن همیشه شادی، خرسندی ها، پیشرفت ان شاء الله دولت ما از اینم زیاده شود. و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. شما در نوری دیده تاجی سر. با شما باد صدای خدا. آمانه شدن را فراموش نکنید.